در بازار کشورهای آسیای مرکزی نرخ خوراکواری به شدت و یکباره بالا رفت. بنابر اطلاع برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، این بلندترین بالاروی نرخ در 10 سال اخیر بوده. ارزش محصولات خوراکواری در مقایسه با یک سال پیش 40% گران شده است. برای بسیاری ها 700% بالا رفتن نرخ سبزی تعجب آور است. В Кыргызстане резко подорожала морковь. Цены на морковь бьют рекорды. Фантастик нархlar достар. در قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان نرخ این محصولات به طور بی‌سابقه بالا رفته، ارزش یک کیلو سبزی به $1.5 برابر شد. حالا شبکه‌های اجتماعی پر از حجو و شوخی‌ها در برابر قیمتی نرخ سبزی است. این یکی از چنین نوارها از ازبکستان است. کارمندان کارخانه ماشین براری ازبکستان، یگان ماشین خوبه دارید که من با سبزی عوض کنم یا برای مرسدس باید به آلمان روم؟ این ویدیو در تاجیکستان خیلی مشهور است. این نوارها البته خنده آورند، اما نباید موضوع گرانی نرخ سبزی را سبک گرفت. سبزی از محصولات اصلی برای تهیه آش پلو در سر استعمال ترین خوراک در کشورهای آسیای مرکزی است. برای مثال در قزاقستان نرخ سبزی از 100 تنگه یک باره به 700 جهید. چون این تمایل بالاروی در تمام دیگر کشورهای منطقه و قریب در همه محصولات ها مشاهده می شود. در ترکمنستان کمبود محصولات خوراکواری کمی پیشتر از بحران سراسری سر شد. با گفته کارشناسان، با پایین روی نرخ نیروی برق در سال 2016 اداره نادرست و نظام فساد زده حکومت قربانگلی بردومحمدوف مردم را قریب به گرسنگی روبرو کرد. نشریه مشهور جهانی اقتصادی مکدونالدز بیگ مک از سال 1986 میزان یا شاخص نرخ محصولات را در کشورهای گوناگون معین و نشر میکند. ولی برای دانستن نرخ یا تمایل ها در کشورهای آسیای مرکزی، شما باید درباره پلو، خوراکی با لذتی که از 6 محصولات آماده می شود، معلومات داشته باشید. برای این روغن رستنی، گوشت، برنج، پیاز و همچنین سبزی ضرور است. به این ترتیب اقتصاددان‌های محلی شاخص آش را معین کردند. آنها نرخ 1 کیلو آش را با معاش میانه مقایسه نمودند. بنابر نشانداد این شاخص معلوم می شود که یک نفر با معاش میانه خود در نورسلطان می تواند 37 کیلو و در اشخاباد فقط 6 کیلو آش بخرد. این نشان دهنده شاید نتواند وضع واقعی را پورا بازگو کند، ولی آن می تواند تا جای حالت عمومی را نشان دهد. پایتختی که با وجود بالاروی نرخ محصولات وضعش نسبتا خوب باقی میماند نورسلطان است، زیرا در این شهر معاش میانه بلند است. وضعی از همه بد را در این شرایط اشقاباد و دوشنبه دارند. و از در تاشکند و بیشکک میانه است. در این شهرها نرخ خوراکواری نسبتاً ارزان است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که بالاروی با شدت نرخ محصولات غذایی به پاندمی کووید 19 وابسته است. در این دوره میلیون ها نفر بیکار مانده، امنیت آذوقه‌واری را که به این هم بنابر نیزه‌ها و تغییریابی اقلیم مشکلات داشت به خطر جدی روبرو کرده است. همه 5 کشور آسیای مرکزی در واقع از خشکسالی و کم شدن حاصل امسال ضرر دیدند. حکومت‌ها برای سبک کردن وضع چاره‌های گوناگون راه اندازی کردند. حکومت قرقیزستان اعلام کرد که واردات شکر و روغن رستنی و گوشت را به کشور از انداز و ارزش علاوه شده آزاد می‌کند. حکومت به تنظیم نرخ روغن رستنی و شکر شروع کرد و همچنین گفت تصمیم دارد که برای خرید محصولات از خارج مبلغ معین جدا کند. تاجیکستان هم ستانیدن انداز از ارزش علاوه شده را برای محصولات اساسی منع کرد. ازبکستان گفت صادرات سبزیجات محدود و استحصال را بیشتر می‌کند. در همین حال حکومت ترکمنستان تلاش دارد محصولات نیازی اولیه را با نرخ نسبتاً ارزان یا دولتی فروشد. این باعث ایجاد نوبت‌پایی و بحث و جنجال ها شده است، زیرا تأمینات با محصولات محدود است. پلیس ترکمنستان پیوسته در بازارها رید می‌گذراند و تاجران را مجبور می‌کند نرخ را پایین برند.